بنده سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و خانم صادق. بنده ذهبیون هستم از رسانه تین نیوز، شبکه خبری صنعت حمل و نقل تین نیوز. آقای همایون زرقانی از نشریه صنعت حمل و نقل هستند با 44 سال سابقه. آقای علی نژاد از نشریه تراوران هستند با 27 سال سابقه. آقای سید سعد هستند از پورتال حمل و نقل با 20 سال سابقه. چیزی حدود 108 سال سابقه اینجا در خدمت حوزه تخصصی هست. من تشکر میکنم اول از اینکه دعوت کردند از رسانه‌های تخصصی. این برای اولین باره که داره اتفاق میفته. قبلا ما خواسته بودیم ولی خوشبختانه از این دولت توقع میرفت که این کار رو اجابت بکنه و آقای ذهبیون نماینده قطع میشه. عرض کنم که به هر حال خیلی متشکرم از این دولت که شعار وفاق رو مطرح کرده و سعی کرده که تعامل رو دامن بزنه. عرض کنم که انتظار میرفت این کار رو بکنه. این یه فرصت مغتنمی هستش. امیدواریم که با برنامه‌هایی که وزارت خونه داره در جهت تمرکز زدایی ارتباط بیشتری رو با حتی سازمان‌های در تخصصی که هستن از وزارت بهداشت اینها بتونیم کمک بکنیم در این رابطه. ما خودمون بعضاً با توجه به توانایی‌هایی که داریم، با توجه به ویژگی‌هایی که داریم، سعی می‌کنیم تعاملاتی با بعضی دستگاه‌ها داشته باشیم، از جمله با جمعیت ایمنی راه‌ها و بعضی نهادهای مردمی. حتی به هر حال بدنه کارشناسی باید بگیم که به وسیله رسانه‌های کارشناسی تا حدود زیادی میتونن درگیر بشن در کارها. اگر که این رسانه‌های تخصصی رو بیشتر توجه کنیم فکر میکنم که کمک خواهد شد برای اینکه بتونیم مباحث رو که به هر حال رسانه وظیفش نقد هست و این بتونه دی بحث‌ها رو کارشناسی‌ها رو از طریق میزگردها، از طریق به اصطلاح مصاحبه‌ها یا گزارش‌ها بتونه دامن بزنه. به هر حال دستگاه‌های دولتی متعددی در این کمیسیون هستن. با توجه به وفاقی هم که شکل گرفته میتونن در راستای ارتقای ایمنی حمل و نقل در کنار همکاری با رسانه‌های مرتبط از ظرفیت که در رسانه‌های تخصصی هست استفاده بکنن. اصحاب رسانه و به ویژه رسانه‌های تخصصی آمادگی خودشون رو همیشه اعلام کردن و همچنان اعلام میکنن. عرض کنم خدمت شما که به هر حال ما دغدغه‌هامون دغدغه‌های شماسیش تفاوتی نمیکنه. به ویژه از جناب آقای رسولی تشکر میکنم به خاطر اینکه این حضور رو محقق کردن. این به هر حال امیدوارم این شروع خیلی خوبی باشه برای همکاری‌های بیشتری که حالا میتونیم تو جلسات دیگه بهش بپردازیم. متشکرم.